حالا راحت شدی؟ پژمان بیا اینم رفیق. تو رو قرآن خودتو دیدی تا حالا؟ جدی آینه دادین خونه؟ آقا خدایی؟ لامصب. آقا من الان از این کارگردانه آقا لامصب آخه بابا. الان این کارگردانه که باشه اسمش چیه؟ من چه میدونم شایعه تو اصلا شایعه آقا یه کسی کارگردان معروف متأهله. خب حالا هرچی آقا من ببین پژمان آره دیگه واقعا من همین میشه دیگه. طرفدارش بودم آقا اجازه من 20 سال دوستش علاوه دارم پس اشتباه رفت که کردم. طرفدار شد از عاشق شد طرفدار. نه عاشقش بودم واقعا. آینه داریم الان خب بیا. خدایی من از اون کارگردانه بهترم. بابا 70 سالشه من 42 سالمه. من میتونستم. گردانه نمیره صبح تا شب بدو یارو با مغزش داره استفاده میکنه. خب من جای دیگه بیشتر به درد خورم. آقا خواهد میخواد بلش کن آقا بلش کن این هر دسته دیگه بچه ها بودین اینو تو بهتری بلش کن برای که ثابت کنه همه کار میکن. خب خیلی ممنون خیلی خوب به خدا که تو خوش تیپ و جذابی به خدا. یه شوخی میکنم که مردم یه ذره حالشون بهتر بشه. خوب شد بردی وگرنه اینا رو میگفتیم هزار تا تهمت بهمون میزدن اگه نبرده بودیم. یاد مونیکا بلوچی افتاد. آقای آجرزایی به اشتباه که منو مسخره میکنم. نه بابا خب شما دیگه هر دو تا فیلمشون رو دیدی دیگه؟ من همه رو دیدی؟ همه رو. این مالنا رو دیدی؟ بله از مالنا خب من حق بودم به شما.